سالها پیش برای اولین بار یه نیمکتی رو، حالا زیباتر البته، با یه متن یادگاری از یکی از سفرا و همسرش دیدم و به نظرم اومد که چقدر جالبه که ما در زمان حیاتمون وقتی در یه شهری، کشوری هستیم و ازش خاطره داریم، حالا به خصوص اینا که به صورت مأموریت شغلی میان و چند سال یه جا مستقر میشن، چقدر خوبه که یه همچین در واقع یادبود و خاطره یا از خودشون میذارن. این بود که فکر کردم بد نیست از این نیمکته یه فیلم کوچیکی بگیرم برای آدمایی که دلشون میخواد بعدن جایی در پارک نزدیک خونهشون، یه فضایی که دوست دارن یه یادگاری از خودشون بذارن. اینم یه کانال آبه که در واقع در شهر اتاواست. زمستونا یخ میزنه اینجا، روش در واقع اسکیت و پاتیناژ و انواع ورزش‌های زمان سرما رو انجام میدن و تابستونام که یک محل بسیار زیبا و قشنگه برای راه رفتن. این پلم که پل خیلی خوبیه، در واقع این پلم که دو تا مسیر متفاوت رو به هم دیگه وصل میکنه. این تیکم که برای پیاده رویه، همه میرن و میان. اینام در واقع مسیریه که روی پل مشخص میکنه. این طرف که به فرودگاه میره. و اینم مسیر بعدی که خلاصه از اینجا میشه قشنگ یه مسیر کوتاهی رو راه رفت، از دیدن این زیبایی‌ها و این پل لذت برد، به خصوص در این هوا که تقریبا 23 درجه است. باد ملایمی هم داره میاد، در واقع همه آماده میشن به طرف فصل پاییز. خوب باشین، امیدوارم که شما هم خوشتون اومده باشه از این مسیر زیبا، لذت برده باشین. تا بعد. من در ادامه مسیر رسیدم به یکی دیگه، در واقع از اون نیمکت‌ها. گفتم اینم حداقل نشون بدم که نشون بده که چقدر تعداد افرادی که خاطره سازی میکنن و خودشون یادگار به جا میذارن و میدونن که فرصت خیلی خوبیه که مردم ازش استفاده کنن، جاهایی که کسی انتظار نداره. چقدر خوبه.